طریقه تنظیم نمودن نسخه جدید مودم TP-Link. در ابتدا وارد صفحه براوزر شده 192.168.1.1 تایپ کرده و جستجو کنید. در قسمت یوزر و پسورد با حروف کوچک ادمین تایپ کرده و دوباره تایید نمایید و گزینه نکست را انتخاب کنید. بعداً در صفحه دوم و سوم گزینه‌های نکست را انتخاب کرده و در بخش اینترنت ستاپ در قسمت VPI 1 و در قسمت VCI 32 بنویسید و از قسمت اینترنت کانکشن تایپ گزینه آخری PPPoA را انتخاب کرده در قسمت یوزرنیم شماره دیجیتال با کد 93 را بنویسید و برای دریافت پسورد با شماره خدمات مشتریان ما به تماس شوید. و بعد از دریافت پسورد آن را تایپ کرده و دوباره تایید نمایید و گزینه نکست را انتخاب کنید. در این صفحه نام و پسورد وای فای خود را تایپ کرده و بالای گزینه نکست کلیک کنید. حالا در قسمت کانکشن تست و سمری باز هم گزینه‌های نکست را انتخاب کنید و در این قسمت گزینه فنش را انتخاب کنید. در اینجا دوباره برای شما صفحه راوتر نمایش داده می شود. حالا در قسمت یوزر و پسورد ادمین با حرفای کوچک را تایپ کرده لاگین شوید. در این صفحه بالای گزینه ستاپ رفته در قسمت VPI 1 و در قسمت VCI 32 بنویسید و در قسمت چینل مود PPPoA را انتخاب کرده و از قسمت انکپسولوشن LLC را انتخاب کنید. حالا در قسمت یوزرنیم شماره دیجیتال خود را با کد 93 بنویسید و پسوردی را که از خدمات مشتریان ما به دست آوردید را تایپ کرده و بالای گزینه اد کلیک نمایید تا این تنظیمات برای شما فعال گردد. در این مرحله تنظیمات ثبت شده اولی را حذف کنید. و حالا وارد ادیت تنظیمات ثبت شده دومی شوید و از گزینه اتنتیکیشن میتود چپ را انتخاب کرده و بالای اپلای چنجز کلیک کنید و در بخش ATM بروید، این گزینه را فعال کرده اپلای چنجز را انتخاب کنید و در بخش آتو PVC رفته در قسمت VPI 1 و در قسمت VCI 32 تایپ کرده بالای دکمه اد کلیک نمایید تا تنظیمات نسخه جدید راوتر TP-Link برای شما فعال گردد. ویونت، اوج ارتباطات با جهان تکنولوژی.